شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 15مین ما از آموزش مسائلی که تعلق به ماه مبارک رمضان دارد. بارک الله فیکم. در حلقه گذشته ما در مسئله زکات صحبت نمودیم و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه فضیلت زکات را به شما بیان خواهیم کرد. دانید و باید فهمیده و دانسته شود که اولا فضیلت و مکانت و اهمیت و درجه زکات این است که زکات رکن از ارکان اسلام است. خیلی که به این حدیث ابن عمر رضی الله عنه دلالت میکند که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و الحج و الصوم و رمضان. اسلام بر پنج چیز بنیاد شده است. شهادت دادن بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. شرط اول همین است. شرط دوم پابرجا بودن نماز. شرط سوم دادن زکات و اینچنین رکن چهارم حج و رکن پنجم روزه داشتن. ببینید که در اینجا رکن سوم را زکات گفتند. رکن اول شهادتین، رکن دوم ادا نمودن نماز، بجا آوردن نماز و رکن سوم زکات که این متفق علیه است. این روایت متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت میکنند. پس دومینش این است که الله سبحانه و تعالی مال را برای بندگانش عطا نموده است تا که زکات بدهند. خیلی که امام احمد و طبرانی از حدیث ابی واقد اللیثی روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ان الله قال انا انزلنا المال لاقام الصلاة و ایتاء الزکاة ولو كان لابن آدم واد لحب ان يكون له واديان ولو كان له واديان لحب ان يكون له مثالث ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ثم يتوب الله على من تاب. این حدیث را امام البانی رحمه الله صحیح گفتند، در صحیح جامع صحیح گفتند. الله سبحانه و تعالی، البته این حدیث قدسی است. حدیث قدسی همون حدیثی که لفظش از رسول الله صلی الله علیه و سلم و معنیش از الله سبحانه و تعالی. این یک قول است. قول دوم است که هم لفظ و هم معنیش از الله است و همین قول راجح است. حدیث قدسی هم لفظش و هم معنیش از الله هست، اما از قرآن جدا هست. قرآن نیست. با تلاوتش، با خوندنش ثواب مثل قرآن گرفته نمی شود. البته هر آینه الله سبحانه و تعالی گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ما به شما نازل کردیم مال را تا که نماز خوانید و زکات بدهید. یعنی به شما مال را الله سبحانه و تعالی داده است تا که زکات بدهید. و الله میگوید اگر به فرزندان آدم یا که اگر در فرزندان آدم یک وادی از طلا باشد
که یک وادی داشته باشد دوست می دارد که یک وادی دیگر داشته باشد. اگر دو تا وادی داشته باشد 3 وادی. وادی چی گفتن؟ این چی معنی دارد؟ وادی این وقتی که به بین دو کوه نگاه میکنید، بین دو کوه یک صحرای بزرگی که هست، همین رو وادی گفته می شود. در دهات انسان‌های دهاتی عادتاً در وادی زندگی میکنند، در بین دو کوه یا که در یک دامنه کوه. البته یک موضع بزرگ است. در این موضوع حدیث دیگر آمده است: لو كان لابن آدم واد من ذهب يحب ان يكون له واديان لم يملأ فاه للتراب. یعنی اگر به فرزند آدم الله سبحانه و تعالی میگه که یک وادی طلا داشته باشد، میخواد که 2 وادی طلا داشته باشد. 2 وادی داشته باشد، میخواد که 3 وادی داشته باشد. فرزند آدم از مال سیر نمی شود، چشم گرسنه است و فقط انمین خاک است که میگه شکم و چشم انسان را پر میکند، دهن انسان را پر میکند بعد از مرگ. و الله بر کسی که خواهد میبخشد. و سومین فضیلت زکات این است که صاحبان زکات، زکات دهندگان، اینها با تقواترین مردم و اینها نجات یافتگانند. چگونه ای که الله رب العزت و الجلال در سوره بقره آیت 51 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته برادر عزیز بخشش در اینجا آیت 51 نیست، آیت یکم سوره بقره هست. در آیت یکمش میگوید وقتی که نظر میکنید: الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. یعنی این کتاب قرآن یگان شک و شبهه ندارد، هدایت برای متقیان است. بعد از این سوال میاد متقی کی است؟ یعنی تقواداران کی ها هستند؟ تقواداران آنانی که ایمان به غیب آورده اند و نماز میخوانند و از آن چیزی که الله سبحانه و تعالی به آنها رزق داده است نفقه میپردازند، صدقه میدهند. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. پس مفلحون و متقون اینها زکات دهندگان هستند. البته موحد و نماز را باید به جا بیاورند، موحد باشند. امام ابن جریر طبری در تفسیرشان میگن که این آیتی که در اول سوره بقره آمده است، از آیت 5 تا آخرترش، این از آیت 1 تا آخرش، این آیت عموم است، به زکات و نفقه به همه اش عموم است. و چهارمین فضیلت زکات این است که سیئات، بدیها و گناهها و کمبودیهای انسان را نابود میکند، گناههای انسان را نابود میکند و انسان را به جنت داخل میکند. چگونه ای که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیت 12 میگوید: ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم 12 نقیبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إلى آخره. در این وقت الله سبحانه و تعالی میگوید که به تحقیق الله سبحانه و تعالی از فرزندان اسرائیل عهد و پیمان و میثاق گرفته بود و به آنها 12 نقیب فرستاده بود و الله سبحانه و تعالی میگوید: اینی معکم، من با همراه شما هم اگر وقتی که نماز خواندید و روزه داشتید، یعنی زکات دادید، بخشش زکات دادید. در حقیقت زکات دادن گناه انسان را نابود میکند. بارک الله فیکم. چرا که در آخر آیات آمده است: لأکفرن عنکم سیئاتکم. به سبب نمازخوانیتان، زکات دهیدیتان، ایمان آوردن به رسول، دستگیری کردن رسول و در راه الله سبحانه و تعالی قرض دادن، قرض حسنه به دین الله و به نصرت دین الله، گناههای شما را نابود میکند و شما را داخل جنت میکند که نهرها جاری است. و البته این
فضیلت بزرگی زکات هست که گناهان انسان را نابود میکند و سبب داخل شدن انسان به جنت میگردد. و پنجمین فضیلت زکات پرداختن این است که اهل زکات اینها هدایت یافتگانند، چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه 18 میگوید: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هر آینه آنانی که مسجد الله سبحانه و تعالی را معمار میکنند، بنیاد میکنند و ایمان به الله و رسول الله و به روز قیامت آورده اند و نماز میخوانند، نماز را برپا میدارند و زکات میدهند و غیر از الله سبحانه و تعالی از چیز دیگری نمیترسند، اولئک ان یکونوا من المهتدین، اینها از جمله هدایت یافتگانند. پس امید است که اینها از جمله هدایت یافتگانند. بارک الله فیکم. پس فضیلت دیگری زکات این است که زکات این از عمل بی نهایت خوب است و بر است و اهل زکات اینها صادقان هستند، راستگویان هستند و با تقواها هستند، چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 177 می فرماید: یعنی انسان‌های مؤمن حقیقی صادقین همان کسانی هست که میگوید ایمان به الله آورده باشد و نماز خوانده باشد و زکات داده باشد. بارک الله فیکم. پس صادقین متقین اینها کسانی هستند که زکات میدهند. زکات به صاحبش برکه عطا میکند. فضیلت و فائده هفتم زکات، چگونه که الله سبحانه و تعالی میگوید: یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. سوره بقره 276. والله اعلم. یعنی الله سبحانه و تعالی ربا را حرام کرده است و ربا برکه ندارد، پرسنت یعنی برکه ندارد، اما صدقه برکه دارد و یربی، الله سبحانه و تعالی صدقه را پر برکت می کند و الله تمام انسانهای کفار و کسانی که از دین بازگشتن اونها را دوست ندارد. بارک الله فیکم. این چنین در حدیث دیگری که امام بخاری رحمه الله روایت میکنند آمده است که من صدق بعدل تمرة من کسب الطیب ولا يقبل الله الا الطيب وان الله لا يقبلها بيمينه ثم يربيها لسابه كما يربي احدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. هر کسی که به مقدار یک خرمای کوچک خشک که از عملی دست خودش به جا آورده است، از عملی پاک و طیبی که با دستش عمل کرده است به وجود آمده است و این را در راه الله صدقه بکند، که البته الله سبحانه و تعالی طیب است، غیر از طیب و پاک دیگر چیز را قبول نمی کند. الله این صدقهش را قبول می کند به یمینش و این صدقه کوچکی که یک خرما هست همین را برکه می دهد، تربیت می کند تا اینکه به مانند کوه ها می گردد. الله اکبر. پس صدقه کردن این برکه هست. انسان در روز قیامت می رود که می بیند ثواب های زیاد دارد، سببش همین صدقه است و زکات این بزرگترین صدقه است. و هشتمین فضیلت زکات این است که به اهل زکات دهندگان در روز قیامت، در اون روز سختی و شدت، خوف و ترس نیست و غمگینی به اونها نمی رسد، چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 277 میگه:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البته آنانی که ایمان آورده اند و عملهای صالح را انجام داده اند و نماز خوانده اند و زکات را پرداخته اند، برای اونها در نزد ربشان اجرهای بزرگ وجود دارد و اونها نه ترس دارند و نه غمگینی به اونها میرسد. در حقیقت الله اکبر، این وعده بزرگ الله است. ایمان، توحید، نماز و زکات. بارک الله فیکم. نهمین فضیلت زکات این پاک شدن پول مال همون زکات دهنده. چگونه که در سوره توبه آیت 103 آمده است که الله میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از اموال یعنی مالهای بایها بگیر صدقه یعنی زکات، تا که این مالهایشان پاک گردد. تطهرهم، پاکشان میکنی صاحب مال را و صاحب خودی همون زکات دهنده انسان را. و تزکیهم، پس وقتی که زکات دهنده زکات میدهد هم مالش را و هم نفس خودش را پاک میکند، تزکیت میبخشد. و این چنین حدیثی که امام احمد از انس ابن مالک رضی الله عنه خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که اتی رجل من بنی تمیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله، یک مرد از بنی تمیم به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من صاحب مال بزرگ هستم و ذو اهل ولد و حاضر، و این چنین صاحب فرزندهای زیاد و صاحب یک مال اموال زیاد هستم. فاخبرنی کیف انفق و کیف اصنع. ای پیامبر، به من خبر بده که چگونه این از پول مالم من نفقه بکنم و چگونه کارم را انجام بدم، چیکار بکنم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند تخرج الزکات من مالک، یعنی از مالت زکات بده. فانها طهرة تطهرک، زیرا این زکات دادن پاکی است که تو را پاک میگرداند. پس بارک الله فیکم برادران عزیز، زکات دهندگان اینها ان شاء الله سبحانه و تعالی نفسشان و مالشان پاک است. دهمین فایده و فضیلت پرداختن و عطا کردن زکات این است که الله سبحانه و تعالی برای زکات دهندگان اجر بزرگی را آماده کرده است. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 162 میگوید لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الراسخون في العلم، لكن راسخون في العلم يعني علماء الراسخ، علماء علامه در حقیقت علماء قویه که به حق رسیده است و یعنی درجه بالای علم را الله سبحانه و تعالی به این انسان نصیب کرده است. علامه امام اهل سنت و الجماعت یا که امام اسلام در علم، و این چنین از آنها مؤمنان، آنانی که ایمان به آنچه که الله نازل کرده است ایمان آوردند، یعنی به قرآن ایمان آوردند، و آنچه که الله سبحانه و تعالی پیش از پیامبر ما به دیگران نازل کرده است به همه این کتاب ها ایمان آوردند و نماز میخوانند و زکات میدهند. اینها مؤمنان هستند به الله و به روز قیامت، و الله میگه که به این چنین انسان ها من اجر بزرگی میدم. در حقیقت ایمان انسان وقتی که کامل شد، نماز را برپا کرد، زکات داد، الله سبحانه و تعالی اجر بزرگی را برای انسان وعده کرده است. و 11مین فایده زکات این است که اهل زکات اینها مؤمنان هستند. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده 56 میگه ان
انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دوست شما الله است، ولی شما الله است و رسول است و آنانی که ایمان آوردند همونها هستند، آنانی که نماز میخوانند و زکات میدهند و اونها رکوع کنندگانند. البته شرح این آیت را ما در علم رافضه شناسی در حلقه های رافضه شناسی بیان کردیم که رافضه در این شرح آیت غلط میکند و این آیت را دلیل امامتی علی میکند رضی الله عنه، اما این غلط است، بلکه اونها ولی را معنیش را نفهمیدند. بارک الله فیکم. ولی و والی را فرق نکردند. پس اهل زکات اینها کسانی هستند که از جانب الله سبحانه و تعالی رحمت خواهند شد. چگونه ای که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف 156 و 157 گفته است و رحمتی وسعت كل شیء فساکتبها للذین یتقون، و رحمت من تمام چیزها را در بر گرفته است و وسع از همه چیز شده است و من همین رحمتم را من برای متقیان می نویشم، آنانی که زکات می دهند و آنانی که به آیاتهای ما ایمان می آورند و آنانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم که نبی امی هست پیروی می کنند. ببینید، الله اکبر، باید به رسول الله پیروی بکنید، باید ایمان به الله، به آیاتهایش و البته بعد از این زکات باید داده شود. در دیگر آیات میگه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز خوانید، زکات بدهید، اطاعت الله رب العزة والجلال را بکنید، از جانب الله رحم خواهید شد. اطاعت رسول الله را بکنید، از جانب الله رحم خواهید شد. فایده 13 و فضیلت 13 زکات این است که زکات نجات در قبر است. در حقیقت همین طور است. نجات انسان در قبر توحید است و نماز است و زکات است. در حقیقت حدیث بزرگ آمده است که در قبر عموم موحدین اهل صلات و زکات نجات خواهند یافت، چگونه که امام طبرانی در اوسط و ابن حبان در صحیحش و بعضی از روایت هایی که آمده است حتی البانی هم چی کردند؟ صحیح کردند. و فایده دیگری زکات این است که زکات این یک راه است برای باقی ماندن در روی زمین، یعنی کسانی که زکات میدهند اونها در این زمین باقی خواهند ماند، نسل‌های آنها باقی خواهد ماند. و زکات این است که صاحبش را مرد حقیقی می کند. اهل زکات انمونها میگد مردان حقیقی هستند. رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. یعنی مردهایی هست که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اونها را تجارت خرید و فروش از ذکر الله دور کرده نمیتواند، از نماز خواندن دور کرده نمیتواند و از زکات دادن دور کرده نمیتواند. اونها این نمود مردان میترسند از روزی که دلها و قلبها و چشمها و ابصارها متقلب میگردد. پس مردان حقیقی کسانی هستند که نماز و زکات را به جا می آورند. و فضیلت 17 پرداخت زکات این است که به اهل زکات قرآن بشارت داده است
چگونه که در سوره نمل آیات 1 تا 3 اگر نظر بکنید والله اعلم تا 3 4 در اونجا آمده است که الله میگه تلك آیات القرآن و کتاب مبین هدى و بشرى للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم يوقنون. این آیات های قرآن و کتاب مبین است، هدایت و بشارت برای مؤمنین است. کدام مؤمنین؟ آنانی که نماز می‌خوانند و زکات را می‌پردازند و بر روز آخرت آنها یقین دارند و باوری و ایمان دارند. الله اکبر. یعنی قرآن، این کتاب الله، کتاب آشکار و این آیات‌های الله بشارت و هدایت برای نمازخوانان و روز زکات دهندگان و ایمان آوردگان بر روز قیامت است که اینها مؤمن هستند. الله اکبر. پس همه این گفته های ما اهمیت زکات دادن و فضیلت زکات دادن و بزرگی زکات دادن را بیان می‌کند. 18مین فضیلت زکات پرداختن. زکات این زیاد شدن ثواب است، چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره یونس آیه 39 میگوید و ما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله وما اتیتم من زکاة تريدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. پس عمومی وجه دلاله این است که هر آن زکاتی که شما دادید و با این زکات دادنتان الله رب العزت و الجلال را خاص الله را خواستید و دیگر چیزی دیگر را نخواستید، وجه الله به خاطر الله دادید، این چنین انسان ها میگه الله مضعفون، زیاد شونده هستند. ابن کثیر در تفسیر این آیه میگن که آنانی که الله سبحانه و تعالی بر آنها زیاد میبخشد، یعنی زیاد میکند اجر و ثواب و جزایشان را، چگونه که در صحیح آمده است. ما در بالا ذکر کردیم هر کسی که یک صدقه از یک خرما بدهد که از عمل دستش حلال کار کرده بود، داند که الله سبحانه و تعالی این عمل را زیاد میکند. بارک الله فیکم. 19مین فضیلت پرداخت زکات این است که اهل زکات اینها محسنون هستند. محسن درجه بالاترین ایمان است. درجه اول ایمان اسلام که مسلمین گفته می شود. درجه دوم ایمان که این ایمان است که مؤمنین گفته می شود. درجه سومین ایمان این محسن است که قوی ترین درجه این محسن است. اول مسلمان، دوم مؤمن، سوم محسن. پس کسی که محسن هست هم محسن است، هم مؤمن است، هم مسلمان است، یعنی هم اسلام دارد، مسلم است. کسی که مؤمن است محسن نیست، فقط مؤمن است و مسلم است. کسی که مسلم است مؤمن هم نیست، محسن هم نیست، یعنی درجه بالاترین محسن است، دوم مؤمن است، سوم مسلم است. مسلمان انسان یک مسلمان ضعیف که مؤمن و محسن حالا نشده است. اما عموما وقتی که مسلمان میگیم معنایمان همین مؤمن است، معنای مؤمن را در نظر داریم. اما زکات دهندگانی که موحد هستند، نمازخوان هستند و حقیقی ایمان آورده اند، اینها محسن هستند، درجه بالای ایمان را کسب کردند. الله رب العزت و الجلال در سوره لقمان آیت 2 تا 4 ذکر میکند و میگوید تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. این آیات های کتاب حکیم است، هدایت است و رحمت برای محسنین است. محسنین همانان آنانی هستند که نماز میخوانند و زکات میدهند و به آخرت ایمان آوردند. عیناً شکل همین آیات را ما در آیات های گذشته تلاوت کردیم که مؤمنین در آنجا آمده است. بشارت، هدى و بشرى للمؤمنین، هدایت و بشارت برای مؤمنین آمده است. آیات کتاب، آیات قرآن
که کتاب مبین است، هدایت و بشارت برای مؤمنین است، آنانی که نماز میخوانند، زکات میدهند و به آخرت ایمان آوردند. در اینجا آنانی که نماز میخوانند، زکات میدهند و ایمان به آخرت آوردند، هدایت یافتند و رحمت است، یعنی قرآن برای اونها هدایت است و رحمت است و اونها محسنین است. و فضیلت بیستمی پرداخت زکات این است که کسی که زکات میدهد از بخیلی و شح دور شده است. چگونه که در اثرها آمده است. البته بعضی از حدیثایی که در این مسئله آمده است ضعیف است، اما عموما علما میگن درست است که کسی که بخیل هست زکات داده نمیتواند از سبب بخیلگیش. کسی که زکات میپردازد این به جنت نزدیک خواهد شد و از دوزخ دور خواهد شد، که این فضیلت 21 پرداخت زکات است. چگونه که از ابی ایوب الانصاری رضی الله عنه روایت است که گفت یک مرد به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله سبحانه و تعالی دلنی علی عمل، مرا به یک عمل دلالت بکن، ارشادم نما که اگر این عمل را انجام بدهم مرا به جنت نزدیک بکند و یبعدنی من النار و از آتش دوزخ نجاتم بدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تعبد الله لا تشرک به شیئا و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصل الرحمک. الله را عبادت بکن، الله را بپرست و هیچ چیزی را به الله شریک قرار مده، شرک را انجام مده و نماز را برپا بیاور، نماز را ادا بکن و زکات را بده و صله رحم را برقرار کن. وقتی که این مرد از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم پشت گردانید و برگشت، رسول الله گفتند این مرد اگر به همین گفته اش چنگ بزند داخل جنت خواهد شد. این تمسک بما امر به دخل الجنه، که این روایت مسلم است و صحیح است. این چنین روایت ها در این مسئله زیاد است. فضیلت 22 این پرداخت زکات این است که میگویند بهترین معاش مردم این زکات است. یعنی بهترین معاش در اینجا حیات به معنای حیات آمده است. یعنی بهترین حیات انسان این است که زکات را بپردازد. پس برادرانم و خواهران بزرگوارم بارک الله فیکم، این بود قسمی از فایده ها و فضیلت های پرداختنی زکات و البته این چنین عموما صدقه را هم بعضی از این آیات ها در بر می گرفت. پس کسانی که پولشون و مال و اموالشون به حد زکات دادن آمده است بخیلی نکنند، تساهل و به اهمیتی نکنند، بلکه زکات را پردازند. الله رب العزت و الجلال این زکات اینها را در این دنیا و آخرت برمیگرداند و صاحبش را از گناه و سیئات پاک می کند و از جمله هدایت شدگان، نجات یافتگان، مؤمنان و محسنان و رحمت شنندگان قرارشان خواهد داد. بارک الله فیکم. با همین فکر می کنم تمام مسائلی که تعلق به ماه مبارک رمضان داشت به شما بیان گشت. البته زکات به ماه مبارک رمضان تعلق ندارد. خیلی که بیان کردیم انسان وقتی که زکات به وی فرض می گردد حولان الحول می شود، شرط نیست که انتظار ماه رمضان شود. اگر پیش از ماه رمضان شود حتما باید زکات خود را پردازد. اما اکثر مسلمانان که ماه رمضان را حساب روز حساب کتاب خود کرده اند، برای همین این مسائل در این ماه ذکر کرده شد
و این چنین این همه گفته هایمان تعلق به صدقه است. کسی که زکات نمیدهد، کسی که حالا به زکات دادن نرسیده است، باید صدقه بدهد. البته صدقه دادن هم این اجری بی نهایت زیاده دارد. و حدیث هایی که ذکر کردیم در مسئله یک خرما اگر باشد هم صدقه بکنید، این دلالت میکند که انسان به قدر توانای خودش باید صدقه بکند تا که خود را از آتش سوزان جهنم نجات بدهد. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.